Документы берем на выход. Документы берем на выход, побыстрее. مقامات روسیه از عملیات نلگال 2023 نتیجه گیری کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی این کشور در دو مرحله تفتیش که ماه‌های ایون و اکتبر امسال صورت گرفتند، مقامات قدرتی حدود 100,000 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار نمودند. در پی آن تقریباً 15,000 مهاجر اخراج کرده شده است. به گفته مقامات، این ریدها و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به طور دائمی ادامه خواهند یافت. همین طور در نوسیبیسک پلیس نفرانی را بازداشت نمود که به مهاجرت غیرقانونی هموطنانشان در روسیه مساعدت می‌کردند. تلگرام کانال های سازمان های ملتگرا همچنان از مقامات محلی دعوت می‌کنند که علیه مهاجران چاره اندیشند. از جمله سازمانی به اصطلاح جامعه روس‌ها مکان کار و زندگی مهاجران را در شهر رامینسکی ولایت مسکو معین نمودند که به گفته آنها غیر قانونی به تجارت مشغول بودند. Также обращаемся к администрации Московской области для того, чтобы взяли наличные... به قول اعضای این سازمان، پس از آنکه تمام معلومات به مقامات محلی رسانیده شد، مسئولین مجبور گردیدند که دست به کار شوند. در مجموع در 9 ماه سال جاری در این شهر برای نقض قاعده های مهاجرت بیش از 3,000 پروتکل مأموری ترتیب یافته، حدود 1,300 شهروند خارجی از روسیه دپارت گردیدند. در همین حال وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار اخراج مهاجران شد که به امنیت جامعه تهدید میکنند. و گفته ولادیمیر کالاکالتسف باید قاعده های دادن اجازت اقامت موقتی شدیدتر شود. شخصانی که به امنیت جمعیتی تهدید میکنند باید بیچون و چرا از قلمرو کشور خارج و مقام حقوقی آنها بیکار گردد. هنگام قبول شهروندان خارجی به شهروندی روسیه، اینچنین ضمن دادن اجازت اقامت موقتی، تغییرات در معلومات نام و نسب و موجودیت منع ورود به روسیه باید نظارت پرزور کرده شود. برای معین کردن شخصانی که از ثبت ایزی انگشت و عکس برداری سرکشی میکنند، چاره‌های علاوه‌ای طلب کرده میشوند. در این کار باید همه شعبه‌های میلیتسیا اشتراک کنند. قرار است به زودی در فرودگاه‌های مسکو گرفتن ایزی انگشت و عکس برداری مهاجران به راه مانده شود. چون این نوآوری از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه می‌آیند پیشگیری خواهد کرد. فعلا شهروندان خارجی که وارد روسیه می‌شوند در دوام 1 ماه از روز ورود یا هنگام درخواست پتنت ایزی انگشت سپاریده عکس برداری می‌شوند. با وجود آنکه مقامات روسیه عملیات نلگال را یک وسیله مبارزه با مهاجرت غیرقانونی مینامند، برخورد بیرحمانه پلیس با مهاجران، تبلیغ و تشویق، رشوه‌ستانی و افزایش فشار به مهاجران یک راه جلب آنها به جنگ اوکراین دانسته می شود. اخیراً یکی از رسانه‌های روسیه حجت را نشر کرد که بر پایه آنها جلب مهاجران به این جنگ یکی از دستورهای اساسی و آنها شامل قشر آسیب پذیر بودند.